قسمت اول با بازی گوستاف توشیما نیو گیم پلاسه. حالا میگم به چیه. ماشاءالله. اسکول. خب نیو گیم پلاس یه جورایی میشه گفتش که برای کساییه که بازی یه بار کلا تموم کردن، مرحله آخر رفتن. حالا مرحله آخر چی هستش نمیگم، و یه مزیتایی داره نسبت به نیو گیم معمولی. خب نیو گیم معمولی که همه چی از اول شروع میشه، کجا بود، چی شد، چه کرد. با این کاری نداریم. نیو گیم پلاس یه جورایی یه قسمت هایی از بازی رو کات میکنه، دقیقا همون قسمت اول که شما بازی میکنی، حمله میکنی، چیکار میکنی، این کار میکنی، فلان فساد، نه اون حذف میشه و از یه جای دیگه بازی شروع میشه. و یه سری مثلا چیز جالبی داره، اینکه مثلا شما لباسات از بین نمیره، یعنی دوباره همون لباسا رو داری، همون ماسکا رو داری، همون کلاها رو داری، فقط دوباره از اول شروع میکنی همه چیو. یعنی اینکه با تمام اون قدرتایی که داشتی، اون قدرت سامورایی که داشتی، گوسی که داشتی، همه چی که داری، دوباره از اول شروع میکنی. ما یه بار کلا بازی تموم کردیم دوباره و بازی چه شکلی باشه، بالاخره ایزی پلاس باشه، ایزی باشه، بتونی راحت تمام کنی، که حال نمیدن اصلا. مدیومش هم که خب مشخصه نسبت به سبک بازی درا میداده. هارد که دیگه اصلا کار ما نیست، یادال که اصلا یه چیز فراتر از هارد دیگه. اون چیه که حال نمیده، فقط مدیوم. اکسپریانسش 4 حالت داره: استاندارد، سابتایتل، سامورای سینما و کورساوا مود. که کورساوا مود من خوشم میاد، باحاله، ولی نمیپسندم تو این وضعیت. سامورای سینما همشون ژاپنی صحبت میکنن که این چته یادم، همشون ژاپنی صحبت میکنن و اینکه سابتایتلش انگلیسیه. اسم اسمش هم کایه بود، الان کایه میذاره. من کایه رو خیلی پیشم میاد. Onushi wo? どうするよ、そうだよ。どうするキャンセルも。
باحال‌تره. یه رنگ دیگه شه. آه این باحاله. ولی نه همشون گرونه که لباس این بود. واه چرما رو بنگر همه چرما دارم مهم زیاد حت پرام چه کلاهی چه اینجوری بود بله چرا باقا نمی کلاه خوش آمد همینو میخوام ماسکاش هم ببینیم ضرر نداره اون دماغشه؟ آره اون باحاله میدونم که ماسک نیست فقط فکر کنم اینم باحاله ولی خب ماهی نیست اینم ماسک و گسته یه شکل دیگه شه همین چی گرفتیم الان؟ خلاصه که آره تو قسمت نیو گیم پلاس ما همه لباسا رو داریم. الان من لباسا رو نشون بدم اینا دونه دونه لباسام هست. حالا من یک لباس گوست رو معمولا انتخاب میکنم و اینکه یه کوچولو بخواد شبیه خودم بشه این انتخاب میکنم. خب کلاه هم که خب ما یه کلاه گرفتیم الان از این دوستان آره لاتیش رو برو کردیم جواله تکنیک هم خب همه تکنیک ها هست همه تکنیک ها رو داریم. الان مثلا اسنسش رو نگاه کنید همه شو هم پر کردن یا مثلا سامورایش همه پره. ژورنال هم که دوتا ژورنال دوتا مرحله جدید ما اولین مرحله شو میخوایم بریم این امروز The Warrior's Code که مربوط به یونا میشه 520 متر هم فاصله داریم باشه چقدر خفنه بریم آجی Dime lo que quieres, dime lo que quieres, dime lo que quieres. で、待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。 ما خب این مرحله رفتیم دوباره داریم از اول پیش میریم به خاطر همون کاتسینمون باز داریم اسپیس رو نگه میداریم و تمام. این مرحله هم راجع به پیدا کردن برادر یونا همون تاکاه بس بریم ببینیم چی کاره. Dime lo que quieres, dime lo que quieres. あれが八重 اینا 帰れそうにないな。数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。奥の守りは硬そうだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。 اینجا از این رو بریم خیلی. 正面の壁に حالا اینجا صحبت هایی میکنن که ما باید از همین را ببینیم. 行くぞ。 بریم دیگه. タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から。守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだな。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。なんだってやらなきゃ。通るぞ。 اینجا هم یه سری صحبت ها میکنن این که ما چجوری باید با اینا مقابله 蹴取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに
喉をかっ切るしかないね。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。謀反者のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょいやしきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。よるな、生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。四角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがお重よ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。 اینجا گفتش که تو چشاش نگاه کن و مادرش رو وزش میشه. اونم دقیقا این کار کرد. خلاصه که اینجا یا به این فکر میکنه که آره چرا من این کار اشتباه انجام دادم، اینا یارو رو از پشت کشتم، ولی بعدش میگه که کار درست همینه. 칠하로! tamam.
دیگه همه رو اینجا داریم تلفون بگیریم و 降りた見に行こう違うタカじゃない درک شد اینجا کسی نیست من این روش رو پیاده میکنم یا نه در رو باز کنی زوف رو بشکنی یه مرحله هایی هستش که باید آهسته آهسته انجام بدی そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな اه، あそこも飯に困ってきた اینم خواستم بگم اینم یه 志 نکته 村 هست 殿 حالا が捕まり、 فکر お助け نکنید するも人手が من 足り گیم ん。 پلاس و میگه فرق میکنه فکر کنم گفتم دیگه باز این دوتایی فرق هم نمیکنه 筒の氷でもう من از اینجا شروع کردم چون رفته بودم این مراحل همون مراحلیه که شما برای بار اول داری بازی میکنی میتونی ازش استفاده کنی 探してるタカという刀鍛冶多くが他へ移された。 اینم یه جای خلوت 捕虜が移されたって言ったねどこだ麻も浦がどうとかってそういえば鍛冶屋の男を見た若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ嘘じゃないだろうね 鍛冶屋が見つかるといいな タカが麻も裏で生きてる 壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろ友人が手を貸してくれるかもしれない う。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジンタカならどんな道具だってすぐに作ってくれるでもその後二人で島を出たい خلاصه که میگه باید پیداش 多 کنی くの دیگه ことならば案ずるな。 کاری 叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため اینم از 戦え。 مرحله 故郷は بود 私とタカがいる اولین ところさ مرحله رسمی این بازی بود بعد友人は قسمت 欺 های の دیگه 子ツツとの境だ مرحله بعدی شروع میکنیم با هم مرحله همجوری طی میکنیم 楽じゃな تا かっただろ به جای 教えに背くこと درست سرمونی برسیم なすべきをなしたの مرحله だ。 بعدی اینه ایشیکاوا هم هستش ولی فعلا ایشیکاوا رو نمیخوام شروع کنم چون خودش 9 قسمته و دیگه همین دیگه فعلا خدافظ